پروردگار میگوید وقتی بنده هایم از من میپرسند که من در کجا هستم، به آنها بگو من نزدیک هستم، من همراه آنها هستم. وقتی دعا میکنند دعاهای آنها را اجابت میکنم. از من طلب اجابت دعا کنند، برای من عبادت کنند تا اینکه راه خود را پیدا کنند یا راه راست را پیدا کنند. این آیت در بین آیت های روزه هست. در سوره بقره از آیت 183 تا آیت 187 آیت های روزه هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شروع می شود آیت های روزه و در داخل این آیت ها این آیت اجابت دعا هست. یعنی بیهوده پروردگار آیتی که در آنجا اعلان میکند که وقتی دعا کردید من اجابت میکنم، من همینجا هستم، من نزدیک هستم، بیهوده در بین آیت های روزه آمده است. پس این ماه را همچون ماهی فرصتی دعا و اجابت دعا